خب دیگه فکر کنم همتون سریال اسکوید گیم رو دیدید. من امروز داشتم مثل همیشه داخل یوتیوب میچرخیدم که این فیلم رو پیدا کردم و این فیلمش این بود که پلیسا ریخته بودن داخل مقر اسکوید گیم و اونا رو دستگیر کرده بودن. بیاین فیلمش رو براتون بذارم. خب بذار خلاصش کنم. این آقایی که داریم میبینید رئیس کل اسکوید گیمه که ایشونو دستگیر کردن و بردنش زندان. حالا معلوم نیست که این واقعی باشه یا نه. بذار خب الان این فیلمی که دیدید واقعا عجیب غریب بود به نظر شما، ولی واقعا احتمالش هست واقعیت داشته باشه، احتمالش هست واقعیت کلا نداشته باشه، ولی به نظر من که این یارو چرت و پرت گفته. حتما ویدیو رو لایک کن تا از این ویدیو شورت بیشتر بذارم.